خاک بر سر آدمی که به جایی که زندگی کنه، به جایی که خوشحال و خوشبخت باشه، به جایی که نیروش صرف رشد خودش کنه، من و تویی که به 1/10 کارهایی که باید بکنیم نمیرسیم، من زندگی رو خودم بذارم کنار، بیام بگم تو چه جور آدمی هستی؟ این دروغه. این آدم خوبی نیست. این آدم اصلا باور نکردنی است. این حماقت انسان. دل باید کرد این که ما میخوایم آبرو درست کنیم نظر مردم مسئول. این مردم تا زمانی که نگیم مردم و دست از سرم برداری دست از سرت برداری میکنن. من نمیدونم تو این دنیا مردم رو راضی کنم. به من چه؟ مردم نه از خودشون راضی‌ان، نه از زندگیشون راضی‌ان، نه از پدر مادرشون راضی‌ان، نه از بچه‌شون راضی‌ان. من برم مردم رو راضی کنم. من راضی بشم میخوان نشم. همیشه هم گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شما رو خوشحال و خوشرود میکنم. چقدر خوب نمیکنه. بسیار متاسفم. ولی من همیشه کار درست و مناسب خودم